باید جان سپاس، باید جان احترام زیاد سلام عرض بکنیم به همه شما عزیزان دل و دیده. همه شما را در تجلیل فرارسید فصل زیبای سال بهار زیبا تبریک و مبارکباد میگیم و برای افتتاح بزم نکو یک خرس بزنیم. طرفه تجلیل نوروز عجم است. امروز همه شما را ترانه‌های ناب و بسیار هم دلنواز دو هنرمند به هم آوردند که نباشد در این تالار زیبابری هر یکی شما ترانه سرایی بکنند. هنرمندان بسیار هم شناختند محبوب دل پیر و برنا که امروز سرودهای ایشان و دل و دیده ما و شما راه یافتند و امروز و این کنسرت زیبا قدم رنجه کردیم. تجلیل نوروز عجب را به همه شما مبارکباد میگیم عزیزان دل و دیده. خدا کرده باشد که در خاندان هر یک ما و شما شادی و خرسندی فرح زیاده باشد و آغاز میکنیم تنتنه زیبا را، یک کنسرت زیبا را با سرودهای ناب و زیبا و دلنشین استاد هنر ضیاءالدین نورزاد. خرس بزنید ایشان.
دوستان عزیز نوروز برای همتون مبارک باشه. ای خداوند زمین و آسمان تا به نوروز دیگر ما را رسان. برای همه شما آرزوی خوشبختی دارم، سلامتی، سعادتمندی، خانه‌تان آباد باشه. هر روزتان نوروز باد. یک سرود نام برای مادرهای عزیز نازنین خوش آمدند. زنده باشید، سلامت باشید. سلامت باشه. زحمت کشیده مایلش واجه سلامت باشه. تشکر. نوروزتان مبارک باشه. خب هرچی بگم شما هستید که ما هستیم. خب دوستای عزیز تصور کنید که یک سحر بر میخیزه، دنیا مال شماست. تمام قصرها، کوشتها، شهرها، طرفخانه‌ها، ماشین‌های قیمت‌بها و زر و زیور
همش از اون شماست. خوشحال میشوید میگید که من همه چی دارم. خوب بگاه میشود، چند لحظه با ماشین ها سرگرش میکنید، تیله ها رو به گوشوارتان یا به گردنبندتان زنجیره ها رو کشال میکنید، خوشحالی میکنید، ولی پایان روز میفهمید که این ها هیچ ارزش ندارد، هیچ معنی ندارد. برای چی؟ برای اینکه شما تنها هستید. عیناً حالا همه روی صحنه همه چی مال من است. همین سه جامعه که خواهد دادن یا چیزی که مادری عزیز میگن یا سر و صداها نورافکن، همین تالار زیبا، سرودها، ولی اگر شما نباشید همین چی نکنم؟ همین شما هستید که من همین جا هستم. شما هستید که سروده مرا گوش میکنید، شما هستید که رقص میکنید، شما برای آوازخوانان نام میدید، نام میدید، آبرو میدید، اعتبار میدید. به همین خاطر من با دیگر حافظا کار دارم. من شخصا خودم قدر هر یک شما رو میدونم، بسیاری هر یک شما ارتباط خواهی هستم. سلامت باشه. تشکر از اینکه تشکر از اینکه همیشه در برنامه‌های من هستید. 100 سال دیگر عمر بینید. خدا جان سلامت باشید. تشکر. من الان نمره رو میتونم بزنم. هر سال نمره میتونم پول نکنید شما گفتم. اینا پول نکنید نمره. سلام باشم. جان کلی از قصر برای خواهد من میرم. شمات ساز یا خیلی درمی مای نوروزی خدا پروردگار دائما خرسند باشید، دایم جوان باشید، فرزنداتتون درست. زیادی جان من فرزند ندارم، من 10 ساله در آغازی کشیدم. همچون تو فرزند من شوهرم زنده بود پیش پروری در کمیسیون میشود. شما برآمد داشتیم بسیاروش روی بچه جان زادروز دارد، لیکن من در بسیار بیماری بودم. امروز من شما را شنیدم، خستم پیش شما با یک دو دسته شما. سلامت باشه. خدا شما این دو دسته خود بدونید خیلی ارزش زیاد داره. پروردگار 100 ساله باشید، میانی جوانا باشید. خدایا در مخاق نظره در مای نوروزی الها آمین. خدم رسید به شما یکم آخر نرسید، به موهت خمچه نزن. پروردگار مثل ارچه دایما جوان. سلامت باشه. خدا من فرزند شما، نه این است میه، این است محبت. از درد و غمی در به جانم آخیر، انگوش نمای مردمانم آخیر، انگوش نمای مردمانم آخیر. نادیده شکوفتن گل را به بهار، در پنجه زندگی خزانم آخیر، در پنجه زندگی خزانم آخیر. نادیده شکوفتن گل را به بهار، در پنجه زندگی خزانم آخیر، در پنجه زندگی خزانم آخیر. همیشه بهار باشه. سلامت باشه. تشکر زیاد کنم. سلامت باشه. این گل من نارم شدم خانه میبرم. اصلا من از کنسرتم گل نمیبرم، لیکن گل شما را میبرم. سلامت باشه. تشکر زیاد. یک نفر باید خلاصی شما
شما